هیچ وقت کم نیارن جام مجنن ته جنین زرگان خانمان ته زمینه خیلی از مردین زرگان خیلی قوی‌تر و فعال‌ترن و حتما موفق با منته با همتی هم و دقتی که بانوان دارن ته تانت یه قسمت ایمنی موفق‌تر عمل کنن تو درصد خطا ایمنی و بهداشتیات کمتر بیارن. اگه یه جنین واقعا انگیزه داشته بید و علاقه به کار ایمنی داشته بید ته کار ایمنی تا موفق بید. خدا رو شد در مدت زمان خیلی کوتاه ثابت این که خانم‌ها توی زمینه خیلی تخصصی و حرفه‌ای‌تر چند مردین زرگانن. سلام به شما منی عزیزیم برات و گوارا شما رو پاکانم من دعوت کنم مرچگین دیوان جا میار جله چه بخش اچسی بندر بهشتی چابهار را انچوش که په انجام هر کاری جان نیرو انسانی مهمترین چیز هستن و مهمترین فاکتور و گشته رایز اهمیته. بانو کشین که ایده روند کاری چطوره کاریم په ما رو گشتر گشتا؟ پروژه دای که حفاظت ساحلی بندر شهید بهشتی هستش. منم مسئول ایمنی اینجا هستم. اینجا سنگایی هستن که به صورت چند تونی هستن. این سنگ‌ها بارگیری میشن و قسمت داخل دیوار ساحلی داخل دریا کشیده میشه. بانو سخت نه که شما یک کار وقت دست گرفته و پروژه اجرایی انجام دهیدتان شما ما رو گشتر بگشد؟ اولی که کار ایمنی به ظاهر سخته ولی کار ایمنی به نظر من جنسیت نداریم مردین یا جنین بیته. اگه یه جنین واقعا انگیزه داشته بید و علاقه به کار ایمنی داشته بید ته کار ایمنی تا موفق بید. ظرفیت بلوچ بانو کنین چطوره کنین که شما هم یک پروژه اجرایی هستین تو شما انجام دهیشه شما رو گشتر بگشت؟ بندر شهید بهشتی استقبال خوبیش بانوان داشته مخصوصا قسمت بانوان بلوچ. دکتر آقای خیلی مثلا مشوق ما بوده تو اون قسمتی که تو ایمنی کار کردیم. ایمنی هم خیلی چند نفر دیگه از دوستامون هم هستن که تو قسمت ایمنی فعالیت دارن. شما رو بطور گپ و گالی هستین پامی بلوچ بانو کن؟ دوستانی که من دارم مثل من HSC وانتش یا تیه رشته رفته تحصیلش کرده به نظر من وارد قسمت فعالیت بازار بیانته تا شرکت‌های خصوصی و شرکت‌ها و ادارات دیگه تا مشغول به کار بیانته با همتی هم و دقتی که بانوان دارن تا یه قسمت ایمنی موفق‌تر عمل کنن تو درصد خطا ایمنی و بهداشتیات کمتر بیارن. سلامت باشه. بانو تو شما رو حساب برنده که شما به عنوان یک بلوچ بانو کی هسته و ایمنی کارم به قول معروف یا پروژه یا شما دستایش ایمنی کارشی هستن که گیردنته یا دستوردن یک کار بایر بی تا کارا رو بی چون حفاظت جانش هستن تو مالش هستن. اوایل مقاومتش کن ولی الان من به مدت 3 سال دارم فعالیت کنم. الان کلا همکاری کنن یعنی خود ایمنی نفرات کارگران که هستن گشته مثلا به یک ایمنی که خانم بیته گشته توجه دادن تا یک آقای بیته چون دقت کار خانمان گشته هستن توی زمینه. بانو وقتا رو گشتر پا ما گندو کن پایگاه تلرسانی میار جل پجایار بکنید. سمیرا ریگیان مسئول HSC مهندسی و مشاور خاکباف تأسیسات زیربنایی بندر شهید بهشتی فاز اجرایی. بسیار عالی. بانو یک کار سختی کاری نه که یک بلوچ بانو کیا که شما این فعالیت انجام دهیدتان؟ نه اصلا اوایل شاید دیدگاه دیگران شاید نظر دیگران کار سختی است. واقعیتش من وقتی وارد پروژه بودم حالا حدود 2.5 ساله و فکر کنم یک کار کاملا کار مردانه گوش اصلا ما نیروی خانم HSC نداشتیم. بعد من گفتم حالا شما یکم که به ما اعتماد که ما بهش ثابت کنیم که خانم ها توی زمینه تخصص دارن فعالیت دارن یا نه. خدا رو شد در مدت زمان خیلی کوتاه ثابت این که خانم ها توی زمینه خیلی تخصصی و حرفه‌ای‌تر چند مردین زرگانن. انا خوشبختانه فقط همه پروژه تا حدود 5 نفر HSC خانم داریم که 3 نفر همه داده فعالیت کردن 2 نفر دیگه دفعه مرکزی داده فعالیت کردن. شما رو بعد چه توصیه و چه گپ و گالی پا می بلوچ بانو که هستین؟ توصیه‌ای که من دارم یه هیچ وقت کم نیارن جام مجنن همچنان هر وقت ممکنه به بنبست برن ممکنه به جای برن که ناامید کنن گفتن شما نتونه خانمان نتونه توانایی ندارن ولی ادامه دادن گفتی سماجت گفتی فعالیت گفتی کار ادامه دادن و نشان دادن که جنین زرگان خانمان توی زمینه خیلی از مردین زرگان خیلی قوی‌تر و فعال‌ترن و حتما موفق با منته. فقط وقتی ناامید شکننته کم میارن حتما ادامه دامنته. جناب بر ما بفرمایید که اشتغال بندر بهشتی چابهار چطوری هستش و این ظرفیت رو برای بینندگانمون بیشتر توضیح بدید.
همانطور که از جایگاه اداره کل بنادر مشخص است و تعداد زیاد پروژه هایی که در بندر فعالیت دارند، اشتغال هم رشد چشمگیر داشته، علل خصوص اشتغال در بخش ایمنی و بهداشت محیط زیست اداره کل که حوزه فعالیت بنده هست بیشتر نمود داره. در حوزه بانوان ما بخش زیادی از مسئولیت ایمنی پروژه ها رو به خانم های شاغل بومی واگذار کردیم و در واقع مسئولان ایمنی شرکت ها تعداد زیادیشون خانم هستن و فعالیت دارن در بندر. میتونین مشاهده کنین از محل پروژه ها هم بازدید به عمل بیاورید. منتوار چشما پاکی عزیزان که میار جل چارت و اشین که میار جل هم دیگران هم بگشید و ایشین که وقتی کلا و پیغام ها وقتی شور و مشورت ها و میار جل دیوانجا دیم بدهید و پیج میار جل هم فالو بکنید. الله میار رو با وٹ باتید.